روز 8 دکامبر جنازه امام علی یک مهاجر تاجیک را از روسیه به تاجیکستان فرستادند. با چشمان پوشیده، با منه بسته، درون صندوق چوبین. امام علی در سمالینسک کار میکرد و در همانجا از عالم گذشت. عالم سفالوف، ژورنالیست تاجیک که این مهاجر جوانمرگ پسر خالش بوده است، می نویسد که او از بیماری کرونا ویروس درگذشت. هنوز چند روز قبل دیگر طاقت درد بیماری را نکرده با پای خود به بیمارخانه رفته بود و 2 روز بعد خبر مرگش پخش شد. مرگ او تمام اهل و خویش و اقربا را جگرخون و شوکه نمود. هیچ باورمان نمیاد که او دیگر ابدی رفت، نوشته است عالم سفالوف در فیسبوک. از امام علی 5 فرزند یتیم مانده است. عالم سفالوف می افزاید که امام علی برای زن و فرزندانش خانه و حوله خوبی را در نزدیکی مادر با مبلغ کلان خریداری نمود و هنوز به همین خانه قدم رنجه نکرده دنیا را پدرود گفت. نیت داشت که $2000 باقی مانده قرض این خانه را کار کرده پرداخت می نماید و بعد به وطن سفر می کند. هر سال در روسیه به علتهای مختلف بیش از 1000 نفر از مهاجران تاجیک وفات می کنند. انتظار می رود که این سال شماره تاجیکان افتیده در روسیه باز هم بیشتر شود، چون که 10 مهاجر تاجیک امسال در این ملک مسافری قربانی کرونا ویروس شدند.